سلام، نام من نگینه. امروز گروهی هفتم از خواندن به آوازهای حرفهای انگلیسی. این حرف ها نه تنها برای آدمانی که زبان انگلیسی رو تماما نمیدونن، بلکه برای بچه ها، برای کودکانتان استفاده برده میتوانید که اگر خواهید که بچه های شما از جوانی زبان انگلیسی رو یاد گیرن یا که مثلا وظیفه خانگی دارن، اگر که در مکتب باشن، شما اگر که آوازها رو ندونید، شما آنها رو با وظیفه خانگی کمک کردن نمیتوانید. برای همین اگر که شما آوازها رو دونید خودتون، وقتی خواندن به شما میتونید به آنها کمک رسانید. آواز یکم دو تا حرف یک تا آواز. این آواز میشود ش. مایم مثلا اگر که شفقت گویم اگر یا که شراب گویم اگر، همین آواز رو ما استفاده میبریم. ولی که ما یک تا حرف داریم برای این آواز در زبان انگلیسی. این آواز که نیست، اینو دو تا حرف یک جا کرده این آواز رو استفاده میبرن. مثلا کدام مثال ها رو میبرن با این آواز؟ یکم مثال میشود shoes، یعنی که پای افزال shoes. با یک تا گویم اگر ship، یعنی که کشتی ship. یا که گویم که she، همون زن باشد اگر، جنسی زن باشد اگر آدم، اون رو ما she میگویم. آواز دوم دو تا آواز دارد. آواز یکمش مثلا ملایم، یکی نرم میشود. اگر زبانات رو مابین دنداناتون بمانید میگوید. مثال میبرم شما فهمید. یکم آوازش مثلا اگر گویم که thank you، اگر که thank you گویم اگر نگوید. این بسیار آدم ها خطا میکنن، میگن thank you. یکمش. دومش مثلا thing، یعنی که چیز فرقش نیست چیز باشه. مثلا قلم گویم اگر a thing، جان نداره که این چیز هسته. thing. با یک تایی دیگه بگم اگر مثلا بگم bath، بعضا در آخر میبیه، بعضا در میانه میبیه، بعض وقت در اولی جمله میبیه. thunder، رعد و برق. thunder. من همینم استفاده برده میتوانیم. دویم آواز این حرف، دو تا حرف یک تا آواز میشود در زبانتون در بالای همون دندانای بالاتون کمک زیر کنین اگر، شما همین آوازا میتونین گفتن. یعنی که یکمش، دویمش مثال مثلا بگم these، those او these. نزدیکی ده these میشود، دورتر ده میشود those. این حرف سه نمود داره، سه آواز داره. بسیاری آدمای خارجی اینا نمیدونن. باور کنین منم مثال از اول که انگلیسی را میدونستم، بسیار نمیدونستم. وقتی که همینا را یاد گرفتن، درس دادن سر کردم، من با خبر شدم که این آواز دیگر وابسته است که در کدام کلمه شما را میبینین آوازش عوض میشود. بسیاری وقتا این آواز در مکتب کودکای خردکک اگر یاد بتین میگن چ، یعنی که ما بگیم چرا. ما هم این آواز مثلا چی میگم با این؟ چیپس میگم، یعنی همون کارتشکا رو که بیرون کردین اینا میگن چیپس. شطرنج بازی میکنین چس میشون. این آواز یکمش. آواز دومش مثلا نوشتنش عوض نمیشه، لیکن دیگر آواز داره. مثلا اگر بگم که یک کس در رستوران چی باشه غذا میپزن، ما میگیم شف. در این درجه آوازش ش هسته. شف هم آوازی چ داره، هم آوازی ش داره، با یک تا دیگه آواز داره. این آوازش میشه و ک. نپرسین برای چی؟ من شما را فهمیدم که زبان انگلیسی بسیار چیزای دشواری داره. برای همین خواندن با آوازها درسای خیلی چی هسته؟ فایده‌ناک هسته. این مثلا آوازش میشه و ک. اگر که شما مثلا یک که برین دارو خریدن خواهیم، ما مثلا داروخانه میگیم، اینا میگن chemist. اوکی؟ درس ما تمام شد. خداحافظ. تا درس آینده.